اولین نیروهایی که برای سرکوب اشرار در سیستان و بلوچستان اعزام شدند نیروهای قهدریجان و یزد بودند. اینا رو نگذارید از خاطره تاریخ پاک بشه. حفاظت از استانداری اهواز در مقابل حمله حزب خلق عرب توسط قهدریجانی ها، استانداری خوزستان توی اون ایام صیانت شد. نیروگاه دارخوین را مردم قهدریجان صیانت کردند و حفظ کردند. حفاظت کل انبارهای تسلیحاتی در کشور، مهمترین انبارهای معروف به میثم، به دست قهدریجانی ها بود در سالهای متمادی. پادگان شهید بهشتی که قبلا بهش پادگان خلیج میگفتن، حفاظتش دست جوانان غیرتمند قهدریجان بود. صفوی که اون موقع فرمانده محور بود به من گفت 150 تا از نیروهای قهدریجان اگر به من بدید من حصر آبادان را میشکنم. گفتم چجوری؟ گفت اینا را هر 10 تاشون را جلوی یه گردان میگذارم، خط شکنی میکنن و حصر آبادان را با نیروهای قهدریجان خواهم شکست. این قهدریجان ماست. تقدیم 225 شهید